فرهنگ و هنر رو گرفت، سیستم رو چید، یارای فرح همه آماده کودتا بودن و این کودتا رو انجام دادن، شاه رو فراری دادن و همراه خود فرحی که قراره مثلا بره که اون لبخندش معروفه در جهان، لحظه که شاه داره میره همه دارن گریه میکنن جز فرح داره لبخند میزنه، میره فرح رو برگردونن. چه کسانی این کارو کردن؟ شوروی، کاگبه و انگلیس این حرکت رو انجام دادن و مطمئنا میخواستن یک فضایی رو توی فضا به وجود بیارن که دوتایی با هم توی این مقطع بتونن استفاده کنن. تمام جمهوری به قول خودمون اسلامی رو یاران فرح در قدرت گرفتن. حتی وقتی که انقلاب هم شد، عرضم شما که تمام مسئولین نظام همه در دفتر فرح بودن، حتی صدا و سیما رو دادن به پسردایی فرح. صدا و سیما این اولین جایی که باید بره رو هوا منفجر بشه در هر کشوری میتونه انقلاب کنی صدا و سیما شه. فکر کن صدا و سیما رو مثلا خامنه‌ای از خامنه‌ای بگیره بعد به مجتبی خامنه‌ای فکر میکنه، یا به پسرخاله خامنه‌ای